به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای خوبم سلام. امیدوارم حال دلتون عالی عالی باشه. قبل از هر چیزی میخوام ازتون تشکر بکنم بابت لایک ها و کامنت های پرمهر و محبتتون. خیلی ممنونم که با کامنتاتون با لایکاتون از تیم جذب آرامش حمایت میکنید و به همون انرژی میدین. لازمه که بدونین تک به تک کامنتاتون رو میخونم و با عشق به همشون جواب میدم. مرسی که هستین، مرسی که هستین، مرسی که هستین. بریم سراغ اصل مطلب. امروز میخوایم در خصوص چندین مثال صحبت بکنیم که اومدن و با استفاده از قانون جذب به موفقیت‌های بسیار بزرگی رسیدن. علم متافیزیک عملکرد قانون جذب رو به طور کامل تایید کرده. اما من اینجا قصد دارم که به صورت علمی این قضیه رو بررسی نکنم. فقط مثال هایی رو در درجه اول بزنم که توی ذهن شما تصویب بشه که بله این قانون یه کارایی میتونه بکنه. و اگه حواسمون باشه میتونیم خیلی چیزها رو در زندگیمون خلق بکنیم. چون این خصوصیت رو خداوند در وجود ما قرار داده طبق قاعده‌ای که همیشه میگیم You can I can. یعنی اگه تو تونستی من هم میتونم و اگر کسی تونست کاری رو بکنه منم قطعا میتونم. میایم مثال هایی رو میزنیم که همیشه ته ذهنمون داشته باشیمشون و فراموش نکنیم و کمک بکنه که به اهدافمون خیلی سریع برسیم. امروز قصد داریم که مثالی از ورزشکار بزرگ جهان بزنیم. آقای رونالدو. آقای رونالدو میگن که وقتی که بچه بودم یه روزی توی تلویزیون یه خونه خیلی قشنگ رو دیدم و رو کردم به پدرم و گفتم که من یه روزی یه خونه مثل این رو میخرم و پدرم با لحن تمسخرآمیزی به من گفت بچه به زندگیت برس. و خود آقای رونالدو میگه که من از صفر مطلق تونستم به این جایگاه برسم و با استفاده از قوانین جذب تونستم این کار رو بکنم. امروزه ثابت شده که وقتی کسی تجسم میکنه میتونه عیناً اون تجسم رو در زندگیش خلق بکنه. و حالا به لحاظ فیزیولوژیکی برای اتفاقاتی که در مغز میفته کاملاً دیگه اثبات شده است. تا جایی که الان در کشورهای خارجی یکی از کارهایی که ورزشکاران باید بکنن این هستش که بیان و اون مسابقه خودشون رو تجسم بکنن و خودشون رو در اون شرایط قرار بدن. کاری که من میخوام بکنم در این کانال این هست که کمک بکنم علاوه بر این که همگام با همدیگه رشد شخصی داشته باشیم زندگی های بسیار خوبی رو برای همدیگه و با کمک همدیگه خلق بکنیم. شما هم هر آنچه که یاد گرفتین از قانون جذب حتما به بقیه دوستانتون ارائه بدید و در خصوصش با بقیه صحبت بکنید. چرا توضیح یک مطلب عاملی میشه که در ناخودآگاه خودتون باقی بمونه؟ تا حالا به این موضوع فکر کردین؟ من این قضیه رو از دید کاملا علمی و فیزیولوژیکی بررسی کردم و تک تک مواردی که میگم، تک تک تکنیک هایی که در این کانال ارائه میدم رو براش اعتقاد کامل دارم. حتی خودم آزمایش کردم و نتیجه گرفتم. به خاطر همین سعی میکنیم قدم به قدم خیلی آهسته و آروم در روند زندگیمون یه تغییرات بزرگی رو ایجاد بکنیم. این داستان رو یادتون بمونه و بدونید که اگر اون تونست ما هم میتونیم و ما هم میتونیم به جایگاه های بزرگی برسیم و خونه های خیلی خوب، ماشین های خیلی خوب و جایگاه اجتماعی بسیار بالایی رو داشته باشیم. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم که امضای خدا پای تک تک آرزوهاتون باشه. خیلی زیاد دوستتون دارم. تا یه روز دیگه و یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.